روجنامه بریتانی بلاف کر که اسد جیانک باشتا دجی و تفای سوریه. 17 سالن ده ناوا بلنگازی و شر و هجاری ده درباز دکن. روجنامه دایلی میرور بریتانی سربار کر که اسد به قصر و فروکین تایبت و به پرین به میلیون دلار جیانک خوش درباز دکه. روجنامه نشان بویا که کر که سروک رژیم بشار الاسد و هفجین و هر سه زاروکان گله کشکین خواه لهندر سوریه هنه. لیته گوتن که اسد و زاروکین خواه لقصرک نیزک پارزگاه لازقیه و دبن چاف دیریا که بهز دا دجین. د سال 2015 دا روجنامه وان جرمی بوین سردانا قصر گل لسوریه کر و بحثا تشتین بالکش ین که ده کشکا گل ده هنه کر که بمليون دلار هاتی آوا کرن. هر دم و دم که هفجینا بشار اسماء الاسد چندین سردان به بشار الاسد را لهندر سوری پیکانین و جلو برگن گران و مارکین جهانی برکربو و زیر و آلماس که به هزاران دلار نرخ خواهد نرخاندن. هر وها زاروکنوان و این مالبات اسد به تفایی ده همان روشه دا دجین. ده همان دمه دا روشه والتین سوری گلکی خرابه و حق نان و درمان و نخوشان تونه و زاروک بیجلو برگ و خواندن مانه و جبر برمیلین تی انتی ین بشار الاسد به میلیونان پنابر و در بونه و ده زفستان دا ده بن کونان دا در بستکن و بانگو هیوین والتین سوری جواکا ناف دولتیه دا کمافین خواه ین مروفتیه ور بگرن. بیکو تجاران بانگه تکنا ولاتن عربی ین کنها حول ددن کو پیوندین خواه برجام بشار الاسد را خوش بکن.